خود جنگ فکری چرا آغاز شده و جنگ فکری چی هست و چی اهداف دارن از جنگ فکری. اصلا دشمنای اسلام همیشه سعی تلاش میکنن که مسلمان ها را به شکل از اشکال ضعیف بسازن و اونا را تحت تاثیر خود قرار بدن. جنگ دو قسم است، یکی جنگ مسلح هست، جنگ فیزیکی هست که مثلا یک نفر با وسایل دست داشته فیزیکی خود از زور خود از قوت خود از استفاده میکنه. این جنگ فیزیکی هست. در جنگ فیزیکی غالبا خوبیشی است که دشمن بسیار مردانوار و به شکل سریع و آشکارا میآید و چی میکنه؟ حمله خود شروع میکنه. در جنگ فیزیکی دشمن معلوم است، سلاح دشمن معلوم است، جهتی که دشمن از راهی که میآید معلوم است. اینی کلش خوبی های جنگ فیزیکی هست، جنگ مسلحانه. اما جنگ فکری برعکس ازی هست. جنگ فکری باز در اونجا دشمن در لباس دوست میه و سلاح دشمن معلوم نمیشه، جهتی که از کدام طریقا میه بسیاری وقتا او طریقا کلش مخفی می باشه. پس فرق بین جنگ مسلح و جنگ فکری اینمی هست که در جنگ مسلح هر چیز آشکار است، میفهمی که دشمنت است. مثلا از نگاه حقوقی، مثلا شما وقتی کتابای حقوق بخونین در اونجا هم تا سن 35-40 سالگی را همیشه جنگ ها تا 30 سالگی را غالبا جنگ فیزیکی هست. مثلا یک بچه جوان است که کسی دیگه بعدش میاد راسن میره از یخنش میگیره و بوکس میکنه و چپش میکنه، جنگ فیزیکی است. وقتی که 30 ساله شد دید که من خود ضعیف هستم دیگه، حالا این بچه هست خوب قوی اندامش، اگه من کسی فیزیکی جنگ کنم این خود مرا چپه میکنه. باز اینجا مرحله جنگ چی میشه؟ فکری میشه. باز تو را لط میکنه توسط خود، نه توسط یک کسی سومی دیگه. تو را کتازگاه جنجال میپرته، بالاخره خوب هم تو زدنه که ای باید خودت میکردی، او را از طریق دیگه تو را چی میکنه؟ او را باز در کتابای جرایم که ما شما میخوانیم، در کتابای کریمینالوژی در اونجا غالبا میگه که یک تعداد جرایم چی میباشه؟ تو فیزیکی میباشه و یک تعداد جرایم است که تو فیزیکی مستقیم نیست، از طریق دیگه هست، میخواد سر یک کس دیگه تو را نابود بکنه. جنگ فکری اینطور است. جنگ فکری اول یک تعریفش میکنیم، بعد از اون میریم سر دیگه مسائلش. اول در تعریف جنگ فکری استفاده از اسالیب فکری منافقانه استعمارگران به هدف رسیدن به اهداف مختلف است. یعنی جنگ فکری را کی میکنه؟ استعمار میکنه، استعمارگران میکنن، دشمنا میکنن. چرا این جنگ میکنن؟ یعنی جنگ فکری باز ما شما پسان میخوانیم که یکی به شکل فردی میباشه، یکی به شکل گروپی و مثلا مؤسساتی میباشه. اینال جنگ فکری که این تعریفش است، این عبارت از استفاده از اسالیب فکری منافقانه استعمارگراست که یا با اسالیب فکری تو فکر میکنن که ما مثلا تکتیک خودن، استراتژی خودن، مانور خودن یا کلش چی میکنن؟ به شکل فکری تغییر میده. مثلا در افغانستان 100,000 عسکر نتوانستن که مردم افغانستان تابع امریکا بسازن، لکن چند تا فیلم سریال هندی، چند تا سریال ترکی، چند تا فیلم امریکایی یا تانست که بسیار مردم چی کنن؟ از امو اخلاقش، از عاداتش، از رواجش، از کلتورش، از دینش، از عقیدهش، از کلش چی کن؟ ایره کشید. یکی از استادا یک مثال بسیار خوبش برای جنگ فکری چی میکرد؟ میگفت که روسا پرسان کردن، گفتن شما وقتی که در افغانستان آمدین چی کردین؟ گفت ما صاحب امی دکانا رفتیم، کلچر از بین بردیم، چاکلیت از بین بردیم. مثال یعنی شفر میگفتن، بس شکل شفر است، باز پسان میفهمین مقصدش چی است. چاکلیت از بین بردیم، کلچر از بین بردیم، دیگه زحمت میکشیدیم که مثلا شیرنی باب و اینم چیزا کس یا کلش چی کنیم؟ از بین ببریم. میگه این انگلیسی یا این امریکایی برش گفت که شما بسیار لوده بودین، بوره را از بین میبردین،
باز چاکلیت و کیک و کلچه و بغلاوه کلش از بین میره، چون اصل چی هست؟ بوره هست. باز گفتن بوره مسلمان ایمان مسلمان است. شما کوشش کنین که ایمان از قلب ازی چی کنین؟ دور بسازین. وقتی که سر ایمانش کار کردی که ایمان از قلب ازی برداشته شد، باز نه غیرت میمانه، نه ناموس میمانه، نه باز فکر وطن میمانه، کلی گپا باز چی میشه؟ کلش از بین میره. یعنی مثلا روز کت تانک تو به خود میره در یک قریه و یک دختر افغان میخواست فرار بده. بس اینجا کل مردم قریه بعضی خود در دان زیر تانک منداختن، یکی کت بیل میامد، یکی کت کلنگ میامد، یکی کت هر چیز میامد. خب بالاخره سر از تانک از روس حمله میکردن و این دختر چی میکردن؟ نجات میدادن. اما برعکس اینا سیاست دیگه را از نگاه فکری کار گرفتن که مثلا یک نفر از دفتر کتش کار میکنه، برش میگه که مدیر صاحب ما یک سکرتر کار داریم، یک دختر بالغ جوان یک سکرتر کار داریم که این دختر بیاید چی کنه در این دفتر، مثلا معاش خودت از $200 ما یک سکرتر کار داریم که مثلا من اینجا در دفتر هستم و سکرترم اتاق بیرون باشه و مراجعین مرا چی کنه کتشان گپ بزنه، تلفنای مرا جواب بده و این دختر 24 ساعت امرای ما مشغول باشه و تمام کارهای ما بکنه، ولی $400 میده. پس این نفر وقتی که سهل میکنه، ببین یک جنگ فکری چطور دختر از همین کارمند خودم برای خود چی کنه استخدام بکنه. حالا اگه برش بگه که نمی دخترت هم $400 میتونی بیا زنا کنه امرای ما، باز خود نمیکنه. این حالو رو به نام سکرتر، به نام یک کسی که در دفتر کار داریم یا چطور است ایره میاره، بازی رو میگه که خب چی میکنه، بازی رو اگه اعلان نشته میکنه که من سکرتر کار دارم، یک دختر باشه از سن 16 ساله تا 22 ساله، باز اینا مثلا 10 تا دختر میه، باز در بین از 10 تا دختر بازم زیباترین از اون اختیار میکنه. خب ظاهرش امتحان میگه ولی امتحان تافل است، ظاهرش امتحان است، شاید برای زمین سکرتری یک 10 مردم بیه. این حال جنگ فکری چی است؟ استفاده است اسالیب فکری منافقانه استعمارگرا هست به هدف رسیدن به اهداف مختلف. میخوان که به اهداف مختلف برسن. اسالیب فکری منافقانه چی هست؟ اسالیب فکری است که ما اونجا وسایل جنگی داریم، وسایل فیزیکی داریم، نه ما نمیخوایم از این طریق وسایل جنگی مثلا نشانن با هم میشن که نه، عسکر در میدان ناکام ماند، این مسلمان در میدان نبرد بسیار وقتی در میدان جهاد آمدن ای از چی گپ میزنن؟ از شهادت، علاقمند شهادت است، علاقمند جهاد است، علاقمند آخرت است. حال ما نتانستیم در این میدان چی کنیم؟ کامیاب شیم. پس این حال اسالیب جدیده که چطور ما میتونیم که این انسان تحت تاثیر خود قرار بدیم که از وجود از استفاده بکنیم به شکل دیگهش. و منظور از منافقانه چی است؟ یعنی منافقانه چی است که منافق همیشه عادتش است که باطن خودم مخفی قرار میده. یعنی مسلمان است، کافر است و منافق است. چی فرق است بین مسلمان، کافر و منافق؟ مسلمان ظاهر و باطنش مسلمان است. در ظاهر هم میگه من مسلمان هستم و قلبش هم میگه من چی هستم؟ مسلمان هستم. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آنچه که در قلبش است اونم در زبانش است. کافر چی است؟ کافر ظاهرا هم میگه من کافر هستم و در قلبم هم کافر است. ظاهر و باطنش هم میفهم. اما مشکل منافق است. منافق مشکل چی است؟ که او قلبش کافر، زبانش مسلمان. در ظاهر میبر تو بسیار ادعای اسلام، دینداری، تقوا، همه چیز میگه. در باطن ای چی است؟ ای کافر است. بنابراین این اسلوب جنگ فکری که است جنگ منافقانه هست. متوجه شدین؟ چرا منافقانه هست؟ به خاطر از اینکه دشمن در لباس دوست پیش تو میاد.